زهرا براتی هستم. امروز میخوام بهتون یاد بدم دمکنی 6 پر بدوزین که هم بدون نوار اریب دوخته میشه و همین که میتونید از دو طرف دمکنی هم استفاده کنید. برای شروع کار اول باید الگوی دمکنی رو طراحی کنید که 3 سایز استاندارد رو براتون توی کپشن نوشتم. و اما اگه بخوایم برای در قابلمه اندازش دقیق باشه باید در قابلمه رو دقیقاً به همین صورت اندازه بزنید قطرشو. هر اندازه شد به اضافه 2 تا 3 سانتش کنید که من به اضافه 2 سانتش کردم شد 21 سانت. اما برای الگوی نوار کش ببینید شما باید یه مستطیل به همین صورت اول طراحی کنید. ابعاد مستطیلمون برای عرض مستطیل باید قطر دایرمونو هر اندازه هست تقسیم بر 3 کنیم. اول ببینید برای من 21 سانت هست، تقسیم بر 3 میشه 7 سانت و بعد این 7 سانت رو باید ضرب در 2 کنید که میشه 14 سانت برای من و عدد به دست آمده رو باید به اضافه 3 سانتش کنید. عدد نهایی به دست میاد که برای من 17 سانت شد. و اما برای طول نوار کش ساده ترین راهش اینه که دور تا دور دایره‌تون رو به همین صورت دقیق متر رو به صورت ایستاده قرار بدین و اندازه بگیرید و به اضافه 2 سانتش کنید. برای من شدش 70 سانت که به اضافه 2 سانت شد 72 سانت. حالا این 72 سانت رو باید تقسیم بر 2 کنم میشه 36 سانت. طول الگوی من 36 سانت هست. حالا باید این الگومونو این از طول که همون 36 سانت بود برای من تقسیم بر 3 کنید. دوباره برای شما هر اندازه بود تقسیم بر 3 کنید، به این صورت علامت بزنید و کاغذتون رو ببینید به همین صورت تا بزنید که میشه 3 لایه. و بعد این 3 لایه رو دوباره خیلی مرتب به همین صورت از وسط تا بزنید و بعد قسمت بالا رو به همین صورت قسمت 6 لایه بسته رو یه علامت بزنید. حالا قطر دایره‌تون هر اندازه بود 1/3 رو به اندازه 1/3 از قسمت بالا که سمت باز کاغذ پایین بیاین و علامت بزنید که اینجا برای من 1/3 میشد 7 سانت. 1/3 قطر دایرم و به صورت یه هلال ملایم طراحی کردم و برش زدم. الگوی دمکنی 6 پر به همین صورت آماده میشه. بعد از اینکه الگوها رو طراحی کردین حالا باید از الگوی دایره 2 لایه پارچه و 2 لایه پشم شیشه کوبیده 2 یا 3 میل برش بزنید. این چند لایه رو باید جوری برش بزنید که از هر طرف الگو به اندازه 1 سانت اضافه باشه. و اما از الگوی یک نوار کش باید 2 لایه پارچه برش بزنید که یه لایه رو به همین صورت بدون جادوخت برش بزنید و روی 2 لایه بسته هم باید الگوتون رو بذارین و یه لایه را هم باید به همین صورت به صورت مستطیل برش بزنید. اینم باید روی 2 لایه بسته باشه که دوختتون تمیزتر در ادامه میگم که به چه صورت بدوزین. برای شروع کار باید 2 لایه پارچه‌ای که برای الگوی دایره برش زده بودیم و دقیقاً به همین صورت روی پشم شیشه قرار بدیم و مطلس دوزی کنیم که آموزش دقیق مطلس دوزی رو توی چند تا پست قبلتر براتون گذاشتم. ببینید اینجا من هر 2 لایه رو مطلس دوزی کردم، دقیقاً باید به همین صورت باشه. حالا یکی از لایه ها رو احتیاج داریم، یه لایه رو کنار میذاریم و فعلا بهش احتیاجی نداریم. باید الگومون رو جوری که خط وسط الگومون روی خط وسط مطلس دوزی قرار بگیره روش قرار بدیم و با خودکار حرارتی دور تا دورش رو خط بکشیم و دقیقاً از روی همین خطایی که کشیدیم باید با چرخ خیاطی بدوزیم. و اما بعد از اینکه دوختیم هم باید به فاصله 3-4 میل از دوختمون دور تا دورش رو برش بزنیم. فقط حواستون باشه یه قسمتش رو به اندازه 5-6 سانت جادوختش رو بیشتر نگه داریم. جادوخت پشم شیشه رو برش بزنید، فقط جادوخت پارچه رو نگه دارین به همین صورت. حالا باید پارچه هایی که برای نوار کش برش زده بودیم و بدوزیم باید جوری که رویه اصلی 2 تا پارچه هامون روبروی هم باشه روی هم قرار بدیم و با سوزن فیکس کنیم و بعد با چرخ خیاطی فقط قسمت های هلالش و همین قسمت هایی که دارم مشخص میکنم و بدوزیم. بعد از اینکه دوختین حالا باید اضافات جادوخت پارچه زیری را به همین صورت که من دارم برش میزنم شما هم برش بزنید.
و بعد قسمت هایی که تو رفتگی داره رو، دقیقا همین قسمت هایی که من دارم چرت میزنم، شما هم چرت بزنید که کارتون تمیزتر در بیاد. و حالا جوری که رویه اصلی هر دو لایه پارچمون و درز وسطشون دقیقاً روبروی هم باشه، باید روی هم قرار بدیم، به همین صورت که من دارم قرار میدم و با سوزن فیکس کنید. اما برای دوختش باید یه لایه پارچه رو کامل بدوزین که من اینجا پارچه سبز رنگ رو کامل میدوزم. از درز وسط تا 1.5 سانت به سمت پارچه گلدار هم میدوزم، اما 1.5 سانتی که دارم علامت میزنم، از این نقطه‌ای که علامت میزنم 1.5 سانت پایین تر میام که با متر دارم مشخص میکنم. ببینید این 1.5 سانت وسط باید باز باشه و بعد باز بقیه رو میدوزم. دقیقاً این قسمتی که علامت زدیم باید باز باشه. ببینید اینجا من دوختم، دقیقاً باید به همین صورت باشه. این 1.5 سانت وسط رو باز گذاشتم. حالا باید این درزا از وسط کامل باز کنید و اتو بکشید. و حالا کامل باید نوار کش رو به رو برگردونید. قسمت های تیزی گلبرگ ها رو هم باید بیرون بکشید و نوار کش رو کامل خیلی مرتب اتو بکشید. و اما بعد از اینکه کامل اتو کشیدین، حالا باید از همین قسمت های تو رفتگی، از همین قسمت هایی که دارم مشخص میکنم، به اندازه 1.5 سانتی پایین بیاین و با خودکار حرارتی و یا صابون خیاطی علامت بزنید و با استفاده از خطکش این علامت هایی که مشخص کردین رو به صورت خط صاف به هم وصل کنید. برای سمت دیگه نوارکش هم باید دقیقاً همین کار انجام بدین. به اندازه 1.5 سانتی از همین قسمت های تو رفتگی پایین بیایید و علامت بزنید و با خطکش خط بکشید و از روی همین خطی که کشیدین باید با چرخ خیاطی بدوزید. ببینید اینجا من دوختم، خط دوخت من کامل مشخصه. باید دوباره از همین خط دوخت به اندازه 1.5 سانت پایین بیاییم و با چرخ خیاطی بدوزیم. هم میتونید علامت بزنید و هم میتونید که به صورت چشمی بدوزید که من به صورت چشمی میدوزم. اینجا دیگه خط کشی نمی کنم. اگه مبتدی هستین شما خط کشی کنید و بعد با چرخ خیاطی بدوزید. بعد از اینکه ردیف دوم رو هم دوختین، دقیقاً باید به همین صورت باشه. حالا باید نوار کشمون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم و با سوزن علامت بزنید. دقیقاً به همین صورت اول از وسط تا بزنید، 2 قسمتش رو مشخص کنید و قسمت هایی که مشخص کردین رو روی هم دوباره قرار بدین و 2 قسمت بعدی رو مشخص کنید. و بعد اون یه لایه پارچه و پشم شیشه‌ای که مطلس دوزی کردیم و الگو رو روش قرار دادیم و به صورت گرد برش زدیم هم باید دقیقاً به همین صورت از وسط تا بزنیم و به 4 قسمت مساوی تقسیمش کنیم و با سوزن مشخص کنیم. حالا این قسمت هایی که برای نوار کش مشخص کردیم و روی قسمت هایی که برای دم کنیمون مشخص کردیم باید قرار بدیم و با سوزن این چند لایه رو روی هم فیکس کنیم. دقیقاً به همین صورت که من با سوزن فیکس میکنم شما هم همین کار رو انجام بدین. بعد یا با نخ و سوزن کوک بزنید و یا با چرخ خیاطی این قسمتی که مشخص میکنم و بدوزید. من اینجا با چرخ خیاطی دوختم. حالا نوار کش دم کنی رو به همین صورت خیلی مرتب به داخل تا بزنید و جوری که رویه اصلی این یه لایه رو به رویه اصلی اون یکی لایه‌ای که مطلس دوزی کرده بودین قرار بگیره، روی هم قرار بدین. حواستونم باشه که خطای مطلس دوزیشون دقیقاً روبروی هم قرار بگیرن و بعد با سوزن دور تا دورش رو فیکس کنید. حواستون باشه که نوار کش از داخل چین نخوره و بعد با چرخ خیاطی از روی خط دوخت قبلی، همون خط دوختی که نوار کش رو به دم کنی دوخته بودی، شروع کنید به دوختن. فقط این قسمتی که مشخص میکنم و ندوزین، باز بذارین. و اما بعد از اینکه دوختین هم باید دقیقاً به همین صورت باشه. حالا باید اضافات جا دوخت ها رو به فاصله 3-4 میل از دوختتون دور تا دورش رو برش بزنید. فقط این قسمتی که جا دوختش رو بیشتر نگه داشتیم برای لایه زیری هم جا دوختش رو بیشتر بذارین. پشم شیشه رو برش بزنید، فقط جا دوخت پارچه رو نگه داریم و اینکه پشم شیشه رو هم به حالت گرد برش بزنید و بعد کارتون رو خیلی با حوصله و مرتب به روی اصلی برگردونید.
بعد از اینکه به رو برگردوندید خیلی مرتب دمکنیتون رو اتو بکشین و اون قسمت هایی که باز گذاشته بودین تا کارتون رو به رو برگردونید هم جا دوختاشو به داخل خیلی مرتب تا بزنید و اتو بکشید. و حالا این قسمتی که باز گذاشته بودین رو به روش پس‌دوزی بدوزید که آموزش پس‌دوزی توی دوخت دمکنی دالبری هست. و در نهایت هم باید برای دمکنیمون از همون قسمتی که باز گذاشته بودیم به وسیله سنجاق قفلی کش رو رد کنیم. و بعد از اینکه کش رو رد کردین یا در قابلمه رو داخل دمکنیتون قرار بدین و یا اینکه کش رو در حدی نگه دارین که ببینید لبه های دمکنی به داخل بر نگرده، دمکنی شکل ظاهریش مرتب باشه. بعد از اینکه کش رو برش زدین یا گره بزنید و یا با چرخ خیاطی این قسمت کش رو بدوزین. بعد از اینکه کش رو دوختین هم چین‌های دمکنی رو مرتب کنید و در نهایت به همین صورت دمکنی خیلی خوشگلمون آماده میشه. این پست رو لایک کنید، نظرتونم برام بنویسید که انرژی داشته باشم برای آموزش‌های بیشتر.